تشکر زیاد. اکای تیامدین عزیز سرول و از نام خودم از نام هنرمندایی که امروز برای شما خدمت میکنم خدمه مبارک شما رو به این بزم اکای تیامدین عزیزی ما خوش آمدید میگم. اکای تیامدین راستی ما شما رو با تمام هستیتان دوست می‌داریم. هستند در صحنه هنرمندا اکتورانی که اونا را فقط رول می‌زیبد که فقط شوخی و خنده باشد، حجم باشد. این چیز از نگاه رژیسور است. رژیسورها فقط می‌بینند که کدام اکتور در کدام رول می‌زیبد. هستند اکتورانی که فقط رول فاجعه بار به اونو می‌زیبد. لیکن همین اکای قیامالدین عزیزی ما باور کنید وقتی که رول خنداور حجویه رو بازی میکند همه ما میخندیم. نه به هر اکتور این چیز دست میدهد که او هم اکتور همه طرفه باشد. وقتی که اکای قیامالدین یگان رول فاجعه بار رو بازی میکنند حتما ما گیره میکنیم. ما از او هنری که ما رو میخندوند در او رول یگان چیز نمیبینیم. با همین هنر بلند شما اکای عزیزی ما ایده همیشه زنده باشه، سربلند باشه. هنرمندی بالا و بالا همون است که هم در این نقش بالا است هم در اون نقش. یک بار دیگه مبارک باشه. وقتی که اکای ما اما که جدی میستن حتما ما فراموش میکنیم که بعضی گفتن که اکتوری هستن که فقط حجم‌نگار. نه، اکای قیامالدین خیلی اکتور نیستن. اکتوری هستن که هم در این ژانر هم در اون ژانر. برای شما موفقیت میخوایم برادر. مبارک باشد. یک از همه شما بجایی دارم باید بجایی شما طبعی شاعریتون همه ما با خبر هستیم. ما فکر میکنم که در دست شما علاقه کتابچه که برای استاد نشر برآمد در دست شما هم هستید. یک گستاخی شاگردانه از همه شما معذرت میخواهم. مردم فیض‌آباد ما همیشه هنرمند از کدام محل است او را نگاه نمیکنند. کدام هنرمندی که فیض‌آباد میآید هنرنمایی میکنند او را پذیرایی میکنند. لیکن امروز ما همه ما جشن اکای قیامالدین جشن گرفتیم. ما از شما خواهش میکنم، خواهش نه اپای نگینا را گفتم که همین گفت بگه نگفتن. ما حتما باید بگم اگر من را جنگ هم کنه همین را میگم که روز 21 می در تئاتر اپرا بالت شهر دوشنبه شب ایجادی اپای نگینا برگزار میگردیم. از همه شما خواهش میکنم که سرجم چخیلی که امروز همه ما شما درباره اکای قیامالدین هستیم میخواستم که همه روز درباره اکای نگینا باشید. تشکر میکنم. فراموش نکنید ساعتی 4 سلامت باشین اکای. یک سرود برای شما میبخشم. تشکر شما.